کازاندیبی. یه مزه ترکیبی از مزه کاراملی سوخته. خیلی خوشمزه است. بریم درستش کنیم. شیر، زرده تخم، شکر، آرد برنج، نشاسته ذرت. بره رو گاز. قوام که اومد کره و وانیل رو بهش اضافه میکنیم. حالا یه تاوه دیگه برمیداریم. کره، شکر، یه لایه نازک از محلبیمون میریزیم. میذاریم تا ته بگیره. و اما جذابترین قسمتش اینجاست. واو، ببین چه تعدیقی شد. حالا نوبت ریختن محلبیمونه. از رو حرارت برمیداریم. رسیدیم به حساس‌ترین قسمتش. آب یخ. دلیلش رو تو کپشن نوشتم. میذاریم تا کاملا سرد بشه. حالا 7-8 ساعت بره تو یخچال. حالا جذاب ترین قسمتش. ببینیم چطور شد.